درود، خوش اومدید. توی ویدئوی قبلی درباره مفهوم جسارت و سبک‌های ارتباطی منفعلانه و پرخاشگرانه صحبت کردیم و توی این ویدئو میپردازیم به سبک منفعل پرخاشگر و اینکه جسارت دقیقاً چیه و چگونه بر روابط ما تاثیر خودش رو میذاره. ارتباط منفعل پرخاشگر اون سبک در واقع سوم از روش‌های ارتباطی مخرب بود که این سبک سوم از ارتباط به خوبی سه سبک دیگه شناخته شده شاید نباشه. این سبک ترکیبی از دو سبک اوله و اغلب توسط افرادی به کار گرفته میشه که میخوان در ظاهر منفعل به نظر برسن، اما به شیوهی مبهم و غیر شفاف و غیر مستقیم خشم خودشون رو بروز میدن. این افراد همون احساس ارتباط برقرار کنندگان منفعل رو تجربه میکنن. اونها احساس ناتوانی، ناامیدی و سرخوردگی دارن، چون حس میکنن قادر نیستن که به صورت شفاف مسائل یا ریشه ناامیدی خودشون رو بررسی بکنن و بهش بپردازن و تمایل دارن خشم و طغیان درونی خودشون رو به روشی ناشفاف و غیر مستقیم و اغلب با تخریب اون چی که فکر میکنن دلیل ناراحتیشون هست ابراز کنن. ارتباط برقرار کنندگان منفعل پرخاشگر تمایلی ندارن که مستقیما درباره اون چه در ذهنشون میگذره صحبت کنن و به جای اون از مسیر کارهای مبهم و یا گفته‌های توهین‌آمیز و ناراحت کننده برای طرف مقابل منظورشون رو منتقل می‌کنن. افرادی که دارای سبک ارتباطی منفعل پرخاشگر هستن اغلب براشون دشواره که خشم خودشون رو قبول کنن و بپذیرن. از طعنه و کنایه استفاده می‌کنن، انکار می‌کنن که مشکلی وجود داره، خودشون رو یار و همراه شما جلوه میدن، اما عمدن همه چیز رو ممکنه به هم بریزن. به شیوه ناملموس و غیر مستقیم خشم خودشون رو برون ریزی میکنن و بروز میدن. به گونه ای از ارتباط غیر کلامی استفاده میکنن که با احساس اونها همخونی نداره. مثلا وقتی از چیزی ناراحتن لبخند میزنن. اگر شما با این جملات و عباراتی که میخوام در ادامه بگم احساس نزدیکی دارید، احتمالاً از سبک ارتباطی منفعل پرخاشگر استفاده میکنید. این جملات: فکر نمی کنم بتونم از عقاید و نیازهام دفاع کنم. در عوض ترجیح من اینه که از شیوه ها و راهکارهای غیر مستقیم به اون چیزی که میخوام و به هدفم برسم. اغلب مثل یک دوست و همراه به نظر میرسم، در حالی که واقعا اینطور نیستم. این سه سبک ارتباطی که با هم بررسیشون کردیم، یعنی منفعلانه، پرخاشگرانه و منفعل پرخاشگر، که توی ویدیو قبلی و این ویدیو در موردش داریم صحبت میکنیم، رویکردهای نادرستی هستن که معایبشون بیش از مزایاشون هست. افرادی که از این سه سبک ارتباطی استفاده میکنن اغلب در دراز مدت پاسخ منفی از سوی دیگران دریافت میکنن. پس با دانستن این موارد و این نکاتی که من در مورد این سه سبک ارتباطی صحبت کردم، بهترین سبک ارتباطی که در بیشتر موقعیت‌های اجتماعی میتونه بیشترین کارایی رو داشته باشه به نظر شما کدوم سبکه؟ بله، همون موضوع اصلی ویدئو، یعنی سبک ارتباطی جسورانه بهترین سبک ارتباطی هست که ما توی موقعیت‌های متفاوت اجتماعی میتونیم ازش استفاده بکنیم. ارتباط جسورانه، آدم‌هایی که از این سبک ارتباط استفاده میکنن میتونن نیازها، نظرات و دیدگاه‌ها و احساساتشون رو به طور شفاف بیان کنن و بدون توهین و بی‌احترامی به دیگران قاطعانه از حقوق خودشون دفاع کنن. این دسته از افراد نه تنها برای هیجانات، زمان و نیازهای خودشون ارزش قائلن، بلکه رعایت حقوق دیگران رو در اولویت خودشون قرار میدن. با اینکه هیچ کدوم از سبک‌های ارتباطی نمیتونن واکنش مثبت از سوی دیگران رو برای ما تضمین کنن، اما ارتباط جسورانه از این لحاظ میتونه در بلند مدت بیشترین تأثیر رو
برای ما داشته باشه. ارتباط برقرار کنندگان جسور اغلب فکر، نیاز و هیجانات و عواطف خودشون رو به صورت شفاف و مستقیم و با احترام بیان میکنن. به جای استفاده از جمله هایی که با شما یا تو آغاز میشن، گفتیم جملاتی که با شما یا تو آغاز میشه معمولا حاوی یه اتهام علیه طرف مقابل شماست و اون طرف مقابل شما رو در فاز دفاعی خودش قرار میده. پس افرادی که از سبک ارتباطی جسورانه استفاده میکنن، به جای استفاده از جمله هایی که با شما و تو آغاز میشن، از جملاتی که با من آغاز میشن استفاده میکنن، چون من حاوی مسئولیت پذیریه، حاوی این ادعا هست که من مسئولیت گفتار و رفتارهای خودم رو به عهده میگیرم. ارتباط برقرار کنندگان جسور به ندرت حس میکنن که در موقعیتی هیچ گونه کنترل یا حرفی برای گفتن ندارن. این ارتباط اینجوریه که ارتباط برقرار کردن با دیگران براشون راحته، چالش و استرسی برای برقراری ارتباط با دیگران ندارن. ارتباط چشمی مطلوب و سنجیده‌ای با دیگران برقرار میکنن، با لحنی آروم و واضح صحبت میکنن، به دیگران بسیار احترام میذارن. اگه شما با این واژه‌ها و جمله‌هایی که میخوام در ادامه بگم احساس نزدیکی دارید، احتمالاً از سبک ارتباطی جسورانه استفاده میکنید. این جمله ها: دوست دارم که در مورد مسائل صادقانه و شفاف و مستقیم صحبت کنم. برای دیگران ارزش زیادی قائلم. من میدونم که توی زندگی حق انتخاب هایی دارم و بسیاری از اتفاقات به دست خود من رقم میخورن. از بزرگترین ارزش‌ها و اولویت‌های من اینه که حقوقم رعایت بشه. بخش عمده‌ای از احساس شادی و رضایتمندی من و خوشنودی من تحت کنترل خود منه. من به حقوق دیگران به همون اندازه که برای حقوق خودم ارزش قائل میشم احترام میذارم. اما چگونه و چجور یک سبک جسورانه از ارتباط میتونه به ما کمک کنه تا بهتر از خودمون مراقبت کنیم، سلامت روان بهتری داشته باشیم و روابط مستحکمتری برقرار کنیم. در ابتدا باید بدونیم که جسارت چه چیزی هست و چه چیزی نیست. پس اون باورهای غلط و افسانه‌های رایج درباره جسارت رو میتونیم بررسی بکنیم. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. و در ادامه قراره که اون باورهای غلط و افسانه‌های رایج درباره جسارت و مفهوم جسارت رو با هم دیگه بررسی کنیم. میایم این متداول ترین افکاری که مانع از این میشن که ما جسور باشیم و اینکه چگونه میتونیم برای تغییر این افکار گامی برداریم رو با هم دیگه بررسی میکنیم. پس نگاهی به اونها میندازیم. این باور غلط که اولین باور غلط این هستش که جسارت با پرخاشگری تفاوت زیادی نداره و اما واقعیت اینه که بسیاری از افرادی که از سبک پرخاشگرانه ارتباط استفاده میکنن معتقدن که واقعا انسانهای جسوری هستن، به این دلیل که میتونن نیازهاشون رو به دیگران بگن. گرچه در هر دو سبک پرخاشگرانه و جسورانه ارتباط گفتگوی مؤثر برای برطرف کردن نیازهاتون شکل میگیره، اما در نوع بیان اون به صورت جسورانه یا پرخاشگرانه تفاوت‌های اساسی وجود داره. به طور مثال در انتخاب کلمات، لحن صدا و زبان بدنی که در هر دوی این سبک‌ها استفاده میشه تفاوت‌های بسیاری وجود داره. پس این یک باور اشتباه بود. باور غلط بعدی اینه که با جسور بودن به اون چه میخوام دست پیدا میکنم. اما واقعیت اینه که استفاده از سبک جسورانه ارتباط به این معنا نیست که شما همیشه میتونید اون چه میخواید رو به دست بیارید. واقعیت اینه که جسور بودن دستیابی به هیچ کدوم از نتایجی که میخواید رو تضمین نمیکنه، اما با جسور بودن و جسورانه عمل کردن در یک موقعیت بیشترین امکان وجود داره که از
طرف دیگران پاسخ مثبت دریافت بکنید. چون از اونجا که جسارت در واقعیت این هست که شما بتونید خودتون رو به گونه‌ای ابراز کنید که علاوه بر نیازهای خودتون، نیازهای دیگران رو هم محترم بشمارید، گاهی اوقات ممکنه که به اون چیزی که میخواید دست پیدا بکنید و گاهی اوقات هم ممکنه که این اتفاق نیفته. اما در هر صورت اگر به طور کامل به اون چه که میخواید دست پیدا نکنید، با جسورانه عمل کردن اغلب میتونید در تعامل با دیگران رضایتمندی و خوشنودی متقابل بیشتری رو دریافت کنید. باور غلط بعدی اینه که برای جسور شدن فرد باید اساساً خودش رو تغییر بده. و اما واقعیت چه چیزی هست؟ اینکه جسارت یک تغییر عجیب و غریب نیست. جسارت کمکیه به شما، به ما، در جهت برقراری روابط مؤثر با دیگران، چون افراد جسور از حقوق خودشون آگاهن و نیازهاشون رو در اولویت قرار میدن، اما همزمان حد و مرز خودشون رو میشناسن و میتونن اون رو به طور واضح به دیگران نشون بدن. باور غلط بعدی که وجود داره اینه که نیازی به جسورانه عمل کردن با دوستان یا خانواده نیست، که اشتباه این باور، چون حتی دوستان و خانواده شما هم نمیتونن در واقع ذهن شما رو بخونن، هرچند ممکنه که گاهی اوقات اینجوری به نظر نرسه و به همین علت برای اینکه اونها از احساسات و نیازهای ما آگاه بشن لازمه که به صورت کاملا شفاف با اونها ارتباط برقرار کنیم، چون اگه این کار رو نکنیم اونها هرگز نخواهند فهمید و نخواهند دانست که ما چه نیازهایی داریم. باور غلط بعدی اینه که توی ذهنمون این باور رو شکل بدیم و بگیم برای اینکه دیگران از ما خوششون بیاد بهترین کار اینه که منفعل و بدون واکنش باشیم. اما در واقعیت چنین چیزی اشتباهه. همونطور که توی ویدئوی قبلی هم گفتم، آدم‌هایی که از سبک منفعلانه ارتباط استفاده می‌کنن همیشه با دیگران موافقن و هیچگاه درخواست یا تقاضایی از اونها ندارن و به همین علت نیازها و احساساتشون رو مطرح نمی‌کنن. شما با این کار نیازهای دیگران رو در واقع دارید برآورده می‌کنید بدون اینکه برای نیازهای خودتون ارزش قائل شده باشید و خواسته هاتون رو مطرح کنید. این سبک رفتاری به ندرت در واقع باعث میشه که دیگران شما رو تحسین کنن و براتون احترام قائل بشن. دیگران شما رو فردی ضعیف تصور میکنن و حتی ممکنه آدم ها شما رو فردی خسته کننده و فاقد اعتماد به نفس تصور کنن و از ارتباط برقرار کردن با شما دلسرد بشن. و باور غلط بعدی این هست که اگه من جسورانه عمل کردن رو آغاز کنم، آنگاه باید و مجبورم که در تمام موقعیت‌ها جسور باشم. اما واقعیت چه چیزیه؟ اینکه درک کنیم چگونه جسورانه ارتباط برقرار کنیم، در واقع درک اینکه چجوری جسارتمندانه در موقعیت‌ها ظاهر بشیم به ما آزادی و انتخاب‌های بسیاری میده. شما میتونید تصمیم بگیرید که چه زمانی جسور باشید و چه زمانی نباشید. سبک جسورانه در اکثر موقعیت‌ها و شرایط‌ها مؤثر و موفقیت آمیز واقع میشه، اما مواردی هم ممکنه وجود داشته باشه که این سبک در اونجا و در اون موقعیت نتونه تأثیری که باید بذاره رو داشته باشه. برای نمونه تصور کنید که با فردی مواجهید که رفتار پرخاشگرانه‌ای داره و احتمالش میره که از خشونت فیزیکی نسبت به شما استفاده کنه. پس ارتباط جسورانه با چنین فردی ممکنه که شما رو در معرض خطر احتمالی قرار بده، چون طرف مقابل شما در شرایط نرمالی قرار نداره و در واقع اهل عمل کردن و رفتار کردن به شکل بالغانه و منطقی نیست. پس در چنین موقعیتی یک رویکرد موقتاً منفعلانه میتونه نتیجه بهتری براتون داشته باشه.
دوستای خوبم، به انتهای این ویدیو رسیدیم. ویدیوی بعدی در مورد اینه که اگه جسور نباشیم چه آثار زیانباری برای ما در پی خواهد داشت. ویدیوی بعدی رو هم حتما ببینید، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگه دوست داشتید برای دوستاتون بفرستید. ممنونم از همراهیتون.